هیچکی مخالف اون یکی نیست، همه از یک مبنا و از یک به اصطلاح مبتدا صحبت میکنن، گویی یک متن رو دارن میخونن. هیچ کس نیست که معترض اون یکی باشه که نه اینجا اینجوری نبوده اونجوری بوده. پوریم مسئله‌ای بود که در دوره ما توسط شما کشف شد این واژه، یعنی واژه‌ای که شاید در هیچ جای دیگه دنیا بهش اشاره نشده، حتی ویلدورانت هم این واژه رو نمیشناسه. این چجوری میشه که این واژه اصلا از سطح کل دنیا حذف؟ خود اینم یه پرده دیگری از کارهای ناشایستی است که مسئولین فرهنگی یهود باید بهش جواب بدن. اینی که توینبی یا ویلدوران چنین که شما میگید که همه زوایای تاریخ را بهش مسلطن ظاهرا و بحث‌های پر از افت و خیز و نمیدونم حواشی میکنن در مورد حوادثی که در جهان رخ داده، در تاریخ ملت‌ها رخ داده، در فرهنگ و پیشینه و سنت‌ها و نرو رخ داده، حتی مثلا بحث‌هایی میکنن راجع به طوفان نوح و نقش اونو در تمدن و تاریخ بشر بیان میکنن. اینکه این آدم‌ها با وجود این که در تورات یک فصل کامل راجع به پوریم وجود داره، گویا تورات را اصلا نخوانده باشن، وارد آیتم پوریم نشدن، این غیر طبیعیه. معلومه اینه که از جای فرمانبری کردن، وگرنه یه آدمی مثل ویلدورانت یا توینبی نمیتونه با پوریم آشنا نبوده باشه. شما در کتاب‌های تاریخی که در جهان موجوده به هر زبانی، در اعلام این کتاب‌ها کلمه پوریم را پیدا نمی‌کنی. هیچ کس نگفته یه همچین اتفاقی در دنیا افتاده. من نمیگم تفسیرش کرده باشه، اصلا نگفته که چنین اتفاقی در منطقه خاورمیانه افتاده. انسیکلوپدیای اطلاعاتی در جهان در مقابل پوریم توضیح ندارن. پس این یه برنامه ریزی است، این طبیعی نیست. کسانی خواستن که این قضیه مسکوت بمونه، همون کسان با ساختن تاریخ قلابی و جعلی که این جعل دامنه بسیار وسیعی داشتن، خواسته برای ملت‌های منطقه عامل عقب افتادگیشون که پوریمه شناخته نشه. امروز میگن عامل عقب افتادگی مردم بین النهرین و شرق میانه اسلامه. دقت میکنید؟ پس ببینید این شیادی همه جانبه اعمال شده. اسکندر سهمی بهش برده شده، اسلام سهمی بهش داده شده و مغول هم سهمی، اما مرتکب اصلی هیچ پیدا نیست. دامنه این جعلیات چقدره؟ آیا با توجه به این جعل‌ها قطر نفاق افکنی بین ماها رو نداشتن؟ تا اونجا که به منطقه و حوزه پوریم مربوطه، این جعل دامنش بی پایانه، یعنی شناساییش هم کار دشواریه. ولی اون چیزی که ما میدونیم، اطلاعاتی که در مورد تخت جمشید و همه هخامنشیان وجود داره غلط و نادرسته. اطلاعاتی که راجع به اشکانیان وجود داره غلط و نادرسته. اطلاعاتی که راجع به ساسانیان وجود داره غلط و نادرسته. ما در مورد ساسانیان به سادگی میتوانیم برای هر آدم بی‌طرفی اثبات بکنیم که کتیبه هایی که به نام ساسانیان در منطقه نقش رستم وجود داره، نه یک کتیبه های کهن باستانی، بل کندکاری هایی است که دانشگاه شیکاگو در 65 سال پیش در منطقه انجام داده به وسیله برجسته ترین استادانش. این اسباب شرمندگی است برای تمدن غرب که یک دانشگاه پرآوازش مأمور میفرسته تا برای انحراف تاریخی و ذهن تاریخی ملتی کتیبه باستانی جعل بکنن. این جعلی که در نقش رجب هم اتفاق افتاده، در غار شاپور هم انجام شده، در پاسارگاد هم انجام شده و وقتی وارد این حوزه بشید میبینید اینها از هیچ وسیله‌ای برای منحرف کردن به اصطلاح اطلاعات تاریخی ما صرف نظر نکردن، از هیچ وسیله‌ای. بعد از خاکبرداری از مجمع تخت جمشید سری لوحه‌ای به دست میاد که این لوحه‌ها الان توسط دانشگاه شیکاگو برده شده. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، اولا این لوحه‌ها چی هن؟ بعد چرا دانشگاه شیکاگو اینها رو بر نمیگردونه؟ و اصلا مهمتر این که چرا یه همتی از جانب خودمون نمیشه تا این لوحه‌ها برگردن؟ حقیقت اینه که این لوحه‌ها دو سریه. یه سری لوحه‌هایی است که در گنجینه دیوار شمالی حصار تخت جمشید پیدا شده. یه سری هم لوحه‌هایی است که در همین محوطه خزانه پیدا شده در یکی از این اتاق‌ها. همه این لوحه‌ها به زبان ایلامی است. دقت می‌کنی؟ و هیچ ربطی به هخامنشیان نداره.
مطالبش که به نظر من قابل خواندن نیست، این بحث دیگری است که من خیلی به اختصار روش عبور میکنم. یعنی که خواندن خط ایلامی و خط بابلی یک کار غیر ممکنه و هر کسی ادعای خواندن خط ایلامی و بابلی میکنه از موهومات صحبت میکنه. زیرا همین مقداری که اینها میگن ما خط ایلامی و بابلی رو خواندیم برابر افسانه‌ای که روش گذاشتن عبارت از اینه که اینها هنگامی که خط میخی داریوشی را در کتیبه 20 ستون موفق به کشف رمزش میشن و میخونن، آنگاه با تطبیق کتیبه های به خط میخی داریوشی با کتیبه هایی که به خط ایلامی یا خط بابلی در همون نقطه نوشته و با فرض اینکه این متن هر دو یه چیزه، آنگاه گفتن که خب اگر اینجا این کلمه در خط میخی فارسی داریوشی شاهه، پس این کلمه جانشینش در اون کتیبه بابلی باید شاه باشه یا اون کلمه دیگه در کتیبه ایلامی هم باید شاه باشه. به این ترتیب میگن که بله هر جا شما یه همچین شکلی در ایلامی دیدید شاه فرض کنید، چون ایدئوگرام اون خط حروف نیست، مجموعه ای از چیزاست که خط فاصله خط تصویری مصر و خط میخی داریوشی است. کمی پیچیده تر از خط میخی داریوشی، کمی خیلی پیچیده تر از خط میخی داریوشی و خیلی آسانتر از خط میخی خط هیروگلیف مصریه. دقت بکنید. خب ما اگر حتی همین داستان هم قبول بکنیم، پس فقط میتونیم آن کلماتی رو از ایلامی یا بابلی بخوانیم که معادلی در خط میخی داریوشی داشته باشه، چون آن چیزی که در کتیبه های میخی داریوشی نیست، مثلا کلمه عقاب، مثلا کلمه نان، مثلا کلمه بسم الله، یا مثلا سلام، یا هر چیز دیگه، بسیاری از چیزهای دیگه، حد اکثر اونجا 500 کلمه مجرد هست، ولی در یه زبان ممکنه چندین هزار واژه باشه. اون چیزی که در اون کتیبه ها هست هنوز هم نمیتواند بابلی یا ایلامیش برای ما آشکار باشه، چون شما تشخیص این که فرض بگیریم فلان شکل در ایلامی به فلان حرف تعبیر میشه، مثلا بگیم این شکل الفه، این شکل داله، این شکل زست. اگر ما مثلا فرض کنیم که یک کلمه ای در یک کتیبه دیدیم که به ایلامی نوشته بود عدز، اگر فرض کنیم، وقت نمیدونیم عدز یعنی چی، برای اینکه ما کتیبه دیگری نداریم که اون تو عدز اومده باشه، آن هم به زبان میخی داریوشی، بعد بگیم چون به زبان میخی داریوشی این عدز همون عدس ماست مثلا، و یک کتیبه مشابه اون هم باشه به ایلامی یا به بابلی، بعد بگیم خب این عدز به اینا هیچ کدومش میسر نیست، نمونه بیرون هم نداره. بنابراین افسانه های بافته شده حول این چیز، حول این کتیبه ها، از جمله اینی که داستان ها ساختن دربارش که بله اینجا نوشته که زنهای حامله نمیدونم حقوق حاملگی میگرفتن یا به اصطلاح چیزا اصلا باور نکردنی، که نمیدونم کارگرها اضافه کار میگرفتن، بیمه بودن، نمیدونم بازنشستگی داشتن، این حرفا، اینها رو ضمائم بی معنا و بی سر و تهی است که به قصد بزرگنمایی سلسله هخامنشیان از این لوحه های به کلی ایلامی که مربوط میتواند باشد به مسائل زیگورات های ایلامی یا روابط بینشون، این افسانه ها رو ساختن با به اصطلاح بیان نادرست این که این کتیبه ها رو ما خوانده ایم که بتونن این سلسله شون رو حفظ کنن. وگرنه شما یقین بدانید ما در مباحث بعد یا هر کجای دیگه لازم باشه اثبات میکنیم که همون جوری که بنای تخت جمشید در هنگام ماجرای پوریم متوقف شده، تمام سلسله هخامنشیان از پس از ماجرای پوریم حضور من، چون کسی دیگه در منطقه نیست که امپراتور لازم داشته باشه. اونها پس از این قتل عام به سرزمین‌های اصلی خودشون، یهودی‌ها به اورشلیم و هخامنشیان که در اصل از قوم خزر در قسمت جنوب اسلاو و روسیه کنونی قرار داشتن، به سرزمین‌هاشون بازگشتن. برای این منظور به اندازه کافی اسناد وجود داره و من در کتابام ذکر کردم. پس بنابراین
اصولا چیزی به نام امپراتوری هخامنشیان در جهان شکل واقعی و عینی نداره. برای اینکه اگه تخت جمشید یک مجموعه نیمه کار است، پس باید پرسید این امپراتورها کجا متمرکز می شدن؟ چون ما در ایران غیر از این تخت جمشید بنایی نداریم که بتونیم بگیم مثلا حکومت مرکزیت حکومت هخامنشیان رو به اونجا